فروردین ماهی‌ها به شدت جسور، رک، وفادار و عاشقند. رمانتیک و در عین حال بسیار بی‌پروا. من از رنگ‌هایی که استفاده می‌کنم توی میکاپم می‌خوام همه این شخصیت‌ها رو به تصویر بکشم. شخصیت عملگرا بودنشون، حس‌های قشنگشون و شغل‌هایی که حتی میتونن بر اساس اون رنگ‌ها و شخصیت ماهشون انتخاب کنن. از رنگ صورتی، سبز، قهوه‌ای و مژه‌های مینیمال، از رنگ‌های گلی و صورتی و گل‌های بهاری برای اینکه بتونم حس عصبی بودنشون رو به خاطر اینکه تحت تاثیر ماه مریخن به رخ بکشم. پس بریم ببینیم چه اتفاقی قراره رو صورت باران بیفته. خب باران جون، چون ماه فروردینی پوستت باید حالت تراوت شبنم‌گونه داشته باشه. تراوت شبنم‌گونه چیه؟ تراوت شبنم‌گونه یعنی اینکه پوست حالت گلوسی و براق پیدا کنه، انگار هیچ موادی روی صورتت نیست ولی پوستت عین ابریشمه، عین شبنمی که روی قطره‌های گلبرگای گل میشینه. برای همین اول از همه پوستتو کامل تمیز میکنه. بله. برای شفافیت بیشتر از یه آبرسان خیلی خوب و در عین حال که شفاف کننده پوستت و منافذت رو میبنده استفاده میکنم. البته توش یه ذره توناژ هلویی هم برای زیرساز پوستت اضافه میکنم. بگو چرا؟ چرا؟ چون شخصیت جسوره. به خاطر جسارت زیادی که داری، برای همین و رک بودن شدیده تو شخصیتت اینجوری هست باران. میدونم وقتی از یه چیز ناراحتی تا فرداش نگه نمیداری، همون موقع چرا منو ناراحت کردی؟ خیلی رکی، خیلی جسوری. برای همین یه مقداری از زیرسازت دارم شروع میکنم که تونالیته هلویی به پوستت بدم. و خب باران همیشه بخندی اینقدر خوشگل. فروردینی عاشق رمانتیک. از قلم استفاده نمی کنم برای اینکه از کرم پودر استفاده کنم. کرم پودرتم سعی کردم تو تونالیته شکوفه های بهاری انتخاب کنم، یعنی داخلش حالت هلویی داشته باشه که اون رک بودن و جسارتت به رخ کشیده بشه و خیلی سبک، چون عاشق طبیعتی و ماه اول بهاری پس نچرال بودن رو دوست داری. پس حجم مواد در عین حال با کاور بالا برات استفاده میشه. موافقی باران؟ بله. خب خانم باران جونم؟ شنیدم که خیلی زود رنجی. خیلی زیاد. خیلی زود ناراحت میشی، به دل میگیری. دقیقاً. میدونی چرا اینجوری؟ چرا؟ چون تحت تاثیر سیاره مریخی و وقتی تحت تاثیر اون سیاره هستی هم زود عصبانی میشی و از کوره در میری، هم در عین حال خیلی زود ناراحت میشی، بغض میکنی، از حرفای دیگران به دل میگیری. من اومدم از بیس هایی استفاده کردم که رنگ پوستتو تراوت ببخشه. حالا میخوام برم از هایلایتر هایی استفاده کنم برای قدرت انرژی بالات. و دیگه چی اگه گفتی؟ چی؟ خلاق بودنت. از هایلایتر طلایی و صورتی ترکیبش استفاده میکنم برات، چون به شدت دختر خلاقی هستی و از هر چیز کوچیکی که سر راهت قرار میگیره سعی میکنی چیزهای جدیدی رو به وجود بیاری. به عبارتی سازنده هستی. بله. بله. پس از هایلایتر صورتی طلایی که خود طلایی یکی از نشانهای قدرت و انرژیه استفاده میکنم. چون خیلی عصبی و زودرنجی، از رنگ
شکوفه های بهاری نگو. واسه گونه هات استفاده کردم. بهاری دیگه چی کارت کنم؟ اول بهاری باید تمام رنگ ها با کرکتر شخصیتیت بخونه. الانم اگه دقت کنی بیشتر تونالیته رنگ صورتت داره توی صورتی میچرخه. گفت فروردینی عزیز، آتیش وجودیت که عنصر وجودته زرد و نارنجی و قرمزه که ترکیبش میشه آجری. پس برای کانتور پلکت از آجری استفاده میکنم. به زیر استخون پلک بارن چشاتو باز کن. تو جلوه بیداری از خواب زمستونی اومدی جوونه زدی، اول بهاری، سرزندگی و زندگی و عشق رو به همه تزریق کردی. پس من میام از صورتی چرک واسه بیرون چشمتون استفاده میکنم که جلوه بیداری و سرزندگیه. کمی توش قهوه‌ای داره. به گوشه خارجی چشم کاملا صورتی چرک میزنه. به حالت دورانی و چرخشی. قلم هم یادتونه، قلم فیده. در صاف کن. خوابید بچه‌مون کلا. از رنگ سبز یشمی به خاطر اینکه جوانه های سبز بهاری هستی برای پشت پلکت استفاده میکنم. خانم فروردین ماهی، به خاطر معصومیتی که داری از رنگ سفید جلوی چشم استفاده میکنم. اون زلالیت، اون مهربانیت، اون پاکیت، ترکیب این رنگ سفید زیر ابروهات و جلوی چشمته. خانم فروردینی زیبا، از رنگ قهوه‌ای به خاطر اینکه خیلی لطیفی، طبیعی هستی و نچرال و مینیمال هستی استفاده میکنم توی قسمت بن موجت. خب با قلم فیدم استفاده میکنم که هم سرعت عمل کارم میره بالا، هم با هر حرکت قلمم خروجی کامل میگیرم. فروردینیای مهربون و وفادار، موجهاتون رو کاملا مینیمال و طبیعی کار کنید چون عاشق کارهای پرچالشید. اگه توی کاری وارد چید چالش هم نداشته باشه خودتون توش چالش ایجاد میکنید. برای همین من موجه ها رو کاملا طبیعی و مینیمال استفاده میکنم، قد موجه های خودش. فروردینی عزیزم که اینقدر حساسی، حتما فقط از کانتور خشک برای بینیت استفاده کن به خاطر اون ظرافت و حساسیتت. و سر بینیتو حتما از هایلایتر استفاده کن چون نمای زیباتری به حس و عشقت میده. برای اینکه بینیت کشیده تر بشه وقتی عمل میکنی یه مقداری کوتاه شده بینی، فروردینی خوشگل یه مقدار گیریمتو بالاتر میبری و دو طرف بینی رو کاملا روشن میکنی. این مختص خود فروردینی هست. زیر بینیشون هم روشن میکنن. فروردین ماهیا باید از خط لب‌های رنگ لب استفاده کنن به خاطر نچرال بودنشون و از جنس طبیعت بودنشون و از یک گلوس خیلی خوشگل و ظریف روی لبشون استفاده کنن به خاطر اینکه حس عشق، وقار، وفاداری و دوست داشتن رو توی طبیعتشون القا میکنن. باران جونه دختر آتش، چقدر میکاپتو دوست داری؟ چقدر سایتو دوست داری؟ میکاپم قشنگ شدش. خیلی پوستم سبکه و کانتوری که انجام دادی برای من میبینید که اصلا خط کانتور اصلا دیده نمیشه و چقدر گونه‌هام بلتر شده. با چشات چه حسی داری باران؟
چشام که فوق‌العاده شده. هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم انقدر سایه سبز شاینر به هم بیاد. رنگ چشام می‌بینید چقدر بلتر شده. آفرین، میخواستم همینو بگم. میخواستم بگم دقت کردی رنگ چشت که قهوه‌ای عسلیه چقدر زد بیرون؟ خیلی زیبا. سبزی قلبت که اومد پشت چشمت باعث فروغ چشمات شد. چشات برق افتاد، جذابتر شد، پر از عشق و مهر. و چقدر من لذت بردم از این همه زیبایی که خلق شد با تناسب ماهت. پس هر کسی میگه ماه خیلی تاثیرگذار نیست، چرا هست؟ حتی توی صورت، توی رنگ آوردن توی صورت و میکاپ به شدت تاثیرگذاره. حس درونت چیه؟ عالی. خودت لذت بردی با اینکه تا حالا این میکاپ رو نزده بودی؟ اصلا تا حالا هیچ وقت نزده بودم. ولی واقعا زیبا شد. خیلی متشکرم. Baby, what you wanna do? I'm ready to pull up on you.